سلام علیکم. نام شما که عزیز عبدالعظیم. خب شما را تماشاگران کانال رویگون اگر گوش میکنم گپ زنید. همه هر یک مسافری که هر یک غریب بچه‌ای که فیرمای ازون گفته بیان در کلیمنوسکی پادولسک در تورای کلیمنوسکی میویان سکلادو دا کوردا میان یا فیرما دا میان خشنودا گفتنی دختر هسته که منیجر توجیک ای خودش شهر هم توجیک ای خودی توجیکستان ای شهر لنوبودا ایداتی لنوبودا نتسو همین دختر با همین ضربی فریب ماشینیکی مردم همین خفان کرده آورده 10 روز 5 روز 3 روز کار میکنن تینی زرده شدن نودوده مردم جبر گیریه و نولا کرده میره یک دیم فان کرده آورده رجیستراسیون میکنن ده سیم کی بود عملیسا کی میگالتن بیچاره همش میکنن دیپورت همش که میکنن اشترافو و جبر خچون میشه بیچاره خلق توجیک ده توجیک اوروس نه مردمی توجیک فان کرده سای اوروس ایجاد کور نداره اوروس ساعت فویزه کور میفرما ساعت فویزه پول تمیتا نه که این منوی همی دختری که ای خدمونه ای شهری خدمونه که مورا با همی درجه را رسونده سای این منوی همی نمی دختری منیجری موکی اگر که بود در کوشما با فقط در چیز در کزاد میکنم با فقط دلیل در کزاد میکنم هستای بچه‌ای هستن که برآمده رفتن اولی که خودشون گرفتگی نیستن تلفنشون در چور نمیپرت یا بعدی برآمدی رفتی دیگه تمام هم یک بار بینه که قدم نو برخاطی زنگ بزنی 15 روز دیگه باید با کور کنیشه اودا 15 روز در حق او میرود یا موتا میگیرید 15 روز حق او میشید هم یک موز زدش که گفت 15 روزش گفت فند فریب کرده مردم آورده اینجا کور فرمودیسیان او هم با همین فند فریب سویبی ماشین سویبی گفتی گپو کی تو دستگاه شدگی اگه او با خودش با زور بوده با ایتا مردم گرفته پاسپورتش نداجه هست بچه‌ای که هستن که همون جهازی پاسپورتش در دستی همین لعنتیای یک ماشین نه پراپیسکا داره نه رجیستراسیون داره نه بیچاره خونه برآمده میتونه که برای بخچه خرید کنه بیا همش در دستی همین دخترای این درجه اومد که بچه رو اومد ای خونه سر کرد بچه گفت که داکومنت آورده پاسپورت نبوده که ما برم اگر نه ما برم اونجا کار بیام کاجو که پاشول نخود دخترای زنکای ضعیفای گفتی چی انا همین کرونا کاردیسه در حق مو که مو غریب بچه‌مو عذاب کردیم اینا که 18 روزه که ما کار کردم در همونجا یک تینو دودا ما را فریب کرد همین 6000 آوانس دودا بود و همون 6000 آوانس جونش خلاص کرده خست گفت یک زبونش زمت درست یک دیمش رجیستر ما را سوزون رجیستر ما را همین موها ما را پول سوزون دیمش که پاتن ما گرفته رجیستر چیز ما کیتاسای پاتن ما گرفته در پاتن ما نبرواردک بتیا که یک چیز کیتاسای پاتن ما کی بود نوبت کرد اینا که 17 18 روز شده درکش نیست که نه رجیستراسیون درکش نه هیچ ما با چیکو باید کنیم با ما عادل دموندیم با ما چیکو کنیم همین وقتی که پلیسو ما نقابیدن ما گناهگاریم برای ما حجت نداریم به حجت رنگ دز دایه خونه مرتب محکم شده خوبیم همین اگر باور نکنیم با ما ادرسش نامه نویسیم میتونم مرحمت لوبوی همون بچه از اون دکور میکنن بپرسین که حکمش فریب نخرین نیوین از اون جای دروغای دیمش که جای نقص بیوین بعد بیین بچه کول کنه که کیدت دم غلطین از اون به حد جای فریب کنیم دای جای ماشینیکوای جای دزدایی که همین روشون سیاه میکنن همین توجیکمون جای همون خلای او آدمی که ترا میبیوره او آدم 3500 تا 5000 ای منیجر پول کار میکنه تا همین خاطر تبلیغی که ای پول تو کار میکنه او آدمی که ترا آورده او کار میکنه تا یک این پول نیستای ترا احمق میکنن کیدت میکنن ادیر دم میمونی بچو فکر نکنه که ایتاری چیه او آدمی که در جوش خوب داده پول وارد دیسه او میکنه پولی قدولا کار کرده سه نه که اجوی کاری ما همیه کی جوی خطاگی مو کی ما میریم همون 3 روز کار میکنیم میبینیم چی گپوای چی خبروای چی عذابای در درون ازونای بعد چی میبینی بعد دیره در همین دنیو خنک میشه که این تفریح به ماشینی که در همین درون بده بخشش زیاد اکا در پیش گفت یک دو سوال مهم مقصد همون نفر که شما را دعوت کرد از اون دا خود شهروند تاجیکستان بود توجیکه شهروند تاجیکستان بلکه توجیکه یا شهروند روسیه توجیکه شهروند تاجیکستان شهروند تاجیکستان یعنی منیجر شما متخصص مقصد شما را دعوت کردن شما را کی فایرات کرد اونجا همین منیجر خودش با گفته شما معلوم میشه که اسکلادای ازون منیجرشون اگر توجیک باشه وقتی که کد فایرات میکنن باید سر هر یک آدم سوم کار میکنن 3500 پول میتاشون یک نمود دیگه گروه پای با همه از اون است 5000 آدم را پول میته آوردگی آدم سر یک آدم 5000 پول میتیا ایش میره و همین 3 روز میسته میبینه عذابی که در این جای میبینم میبرویم پول مونشون رو گرفتم میبرم میره بچه‌ها گیری اون ولا کردگی
نمیدونه که این چی فیرما های این مردمی توجیک این احوال داخلی این فقط همین اسکلاد شما ده بود یا که همین از اون اسکلادش همش هم خیلی با فکرم که همه اسکلادی از اون ممکن همش همین خیلی باشه همین از اون همش همین جوی ده توجیک هست که منیجر توجیک کار کرده توجیک همش یک قبرستان های نیاین خطا نکنن که شتم میخوان سرشون حجتاتون بود کار میکردن وفر ما اینا با ما دکازات میکنه فقط دلیل خاطر که ما اینا هوزی یگم چک ما در دستم نیست پاتنم هست چکم نیست من اینا بود پاتن ما هست اینا بود تماشا کنه که پاتن خاطر چیزی دکترم هست چکوی من نیست ما اینا برش مورا فقط دلیل دکازات رسادورم که اینا رجیستراسیون ما بود که ما در اونجا کار میکردم ما رجیستراسیون داشتم 3 ماه رجیستراسیون ما بود 3 ماه رجیستراسیون ما سوزوند دختر برای چی سوزوند پردلیتش نکردم پردلیتش میکرد پردلیت نکردی نمی 3 ماه مرا سوزوند رجیستراسیون ما اینا که از ما موندم ادیر ده که من میگم که تو مورا پول بده که اقلا ما اولیگ مونه آوانس ش خاطیابی بده که مورا احکیلو کنیم بس عملیات بریم اقلا داج آوانس همون نگرفتم مورا بتیاو مورا نمیخواد کیدات کرده در ادیر پارتو فهمید شما ایرو مجبوری از تاکسی رفتید خرج کرده بعد توجیکستان رفتم وطن رفتم اگر نه من میدونستم که این تکیدات های این ماشینی در روی از اون رفتن این مردمی منیجر برگادیرش جواب دادن نمیتونش برگادیر فقط کپی منیجر برای هم اینم خیلی عذابه برگادیر شای بچه‌های خوبان برگادیر شای کار ندارم نه که خدا بزنش منیجر شه اسپیوش خطی هر دیش گفتی که دایش گفت میرینن عذابم تو که بوشه بچه‌ها جوتون خنک نکن از اون نبیین که فریبی سخت دم غلطه کیدات دم غلطه مقصد اویلی که اونجا یا که شما هر روزا باید اویلی که باید اویلی تا بتیا هر جوی دکی کار کردی یک ماه کار کردی یک مدت باید اویلی تا بگیری خودت کی میره خودت نمیوی نه فوریدت میره این شهر کلونای این کار مخول نشید یا شما یا ماه کار کردن باید اویلی تو نمیدونن دیگه جو میرفتین باید کار میکردم بوده اون شهر اگر رجیستراسیون میکرد ما بودوشی کار میکردم بعدا دو دادن که رجیستراسیون بله وعده کرد که رجیستراسیون میکنم وقتی که ما در اومدم که 3 روز پس رجیستراسیون میکنم 3 روزش نه که 18 روزی ما گذشته ما تو هول ندیدم همورا با ما هم تاکید کردن که پول ما را چخیر میکنیم کوکی زایابلنی بنویس ما رفتم 6 تا همین روز ما ایمینای با زایابلنی نویسوندم بر اومدم با نام منیجر که پول ما بتیا داجه نگفت که نمره تلفنی کدوم نمره تا پول تروی کنم ما گفتم که ما هست بلاگروی که یوردان کنن مورا دستگیری کردن بلاگرو شما مورا یوردان کنن که همین غریب بچه‌ها نیان در تایید سیان خیلی آدمون نغلطن که بلاگرو را چند سومی میتیان بلاگرو را تو 200 از اون وعدهش میکنم یا بار رکلامش کنم میگه ما د آدم بیا فرق نداره ما همه باید ای 12 14 کس هر شبونه و روزانش 12 14 کس باید کم نباشه یعنی همین بلاگرویی که همین یعنی رکلام میکنن اسکلادورا کارخانه را رکلام میکنن مقصد که همش پول میگیرن بله همون بیاین فکر نمیکنن که اونجا چیکاره چه عذاب میکشن مهاجر رو انا همون بچه‌ای که همونجا کار میکنن همون مهاجر رو بپرسن که اول همین چیه راستای دروغای همین کارفرما چخلای نه که یگم تا همین چنین فیلم از اون وره اخر احمق فیلم نبودای وش دیگه کارخونه میتیان بامبرز بعد اینا کارخونه‌ای که بعد ما کار میکنن سوخ فروتی دا بعد باید بچه‌های توجیکی خمون بودن وقتی بچه‌های کنی بودم ایمو بودن همه اون بچه بیگونه نبود کار میکردم در تاییدشون میگفت که من حاجی دیگه من میرم اینجا میگفت که خب اکا میره که یا برای رشوت کنم میبرو 0 با 0 رشوت کدا گیرم مو ای زاودی سوخ فروتی که توجیکای خدمون بودن یعنی کلاناتون بچه‌های کنی بودم بودن نه که مردکای خوب بودن او دا ما فریب نخوردیم کیدات نخوردیم همه خب بیگونه اومدن گفتی گپو که کار کردن همش رشوت کرده انا خلقی کنی بودم که جوی داکی باشن انا می بچو کار میفرمن پول کم میتنن روزی کوریتا میتیان 100% سه وقت خودش 100% خودی نغزای جوشون جوی گرمای نکی که خدا بزنه فیلم از اون شه این فیلم اوزون فیلم نمیشه یعنی یک یدی نکی انا می اختار منیجریمو بعد در تیم نودودا مرا کیدات کرگی ما یا گودم یکی اگه توجیکستان بود میدونه لنوبو شهر لنوبو در خوجان ده خوجان نامش چی بود؟ نامش خشنوده جمشید از شهر خوجان بله در فیلم از اون گوش نکنه رکلاموشون دروغای 100% دروغای ما گارانتیاتون میتونم میرین بعد پشیمون میشه کدومت که گوش نکردی رفتی
فهمیده بگه که خطا خوردی، تیر زدی، خطا زدی. بعضی نفرای هستن که زنگ میزنن کار کردیستن، میگن سوز کار میکنین تو 5-6 هزار روزش کار کردیسیم. معلوم میشه که دروغه. انا وایو انا خالی رکلام را میکنن و با فرمان منیجرشون، منیجر که میگه شما میگه بزنین میکنن، بعد همین کار همین خیلی بود. بعد وایو سو میگیرن. بله بله. انا ورا تعریف او خودشون با گفتای خودشون 5000 کار نیست، یگم آدمی توجی که روز اوجا 5000 کار نمیکنن، روشون سیاه میکنن. ما وقت ارزم انا میسوندم زایابله نیما بو حق داره منیجر که بگه که نمره تلفن توجیکستان تابته کی تو داری اکای بته ما پول بگذارونم باته در زایابله را گرفت، نه نمره تلفن پرسید، نه امضاش موند، نه پچتش موند. او فکر کرد که ما بسوی بیم توجیک بسوی باید. بعد دادم که سوم تو هم میذارم. بعد آخری ها 15 دام میزگرونه پولتون تا وعده کرده گیم. وعده دروغه. این وعده دروغه. با همین شاهدی خودتون ده من با ما حال نمره تلفنی شما را با ما میگیرم برادر، با ما شما را توجیکستان بعد 15 16 دام زنگ میزنم، من نمیخوام گفتگوی تلفنی میکنیم، داد نداد ما گفتگوی تلفنی میکنیم. التماس اگر همین علاج باشه که ایست مقامات دولتی که توجیکستان را هستند، روسیه را، روسیه را هستند، همین را شب بگیره، پیش رای همه آدم بگیرن که این آدم را فان کرده خیلی کیدت نکنن، مردم در عدیر موندگی عذاب کشیدن در همون جا. اینا بدریان لوبای خونش خبر بگیرن، همه بچه‌ها خوان به دکومنت خوان در همون درون نمی از اون فیلم ایمینوی فیلم ریشن کادر و ریشنیش همونجا خواه یک پوشاک 10 کس میپوشه، 10 آدم 3000 تا میکنه میگیره برای یک پوشاکی که 10 آدم پوشیده تو راسوفیش الویدا نسکیش ژیلت کامیتیانا نه کاست فرمای رابطی فرمای کبوت هستای کبوت هستای همون کبوت میتیا همون کبوت 10 آدم پوشیده همون را بیچاره میپوشه می پارتیا میره ما حوزه قهرم اومدگی بود ما تو که خواستم که همون را نتم حوزه هم پوشاک تنم نتم ما بگیریم سلفان دبو دوزم تاکسی دا بشینم ما بگیریم راست بیارم یا مسوکه دا پارتو منم پوشاک که همون از بعد من نگیره همون را نو بخرن نه اون استفاده بودن چیزی که نه را استفاده بودیسیان. این اگر مبادو که اینا با پول ما را که دادن نتونست مجبوریم که فریب شب بوانو کنیم. مقامات دولتی اگر که همه خیلی کورای همه آدمو را اگر سعی راهش گرفته بتونن بهترین میشه که توجیک در عذاب نمیشه برای همون عذاب نشه توجیک برای یک تنگانون یک بریدنون اومده از شهر خیلی توجیکستان غریب. شما از کجای توجیکستانه؟ ما قرغنتپا. از قرغنتپا. برادر عزیز انشاءالله باور دارم که شما بهترین سخنان را زده و برای دیگران درس میشه. عین حال منیجر شما این ویدیو را تماشا کنه ببینه. ساعت 7 سحر ما ساعت فویزا کردم میپرمادیم 14 نفر 12 نفر یا که شبانه میشنیم ساعت 7 بگونی تاکسی زکاس میکرد میوارد مورا تاکسی اول اتوبوس بود بعد تاکسی را گذاشت برای همون نکی اینو مورا دروغ میگن دفعه دروغ گفته حق مهنت مورا میخور ما حرام خور نیست میگم روشون سیاه میکنن حرام خور نباشه آدم خیلی نمیشه آدم باید بفهمه که ما بوچیدگی باید اولی که همیرا بتم اقلا اوانس شب بتم راه کیلو کنه برای نمیپورش موندگیش بعد بتم بو هست همینجا بچه‌ای که نگرفتیان بچه چندین بچه‌ها رفته که برو رفتن اینجا ما اومدم میگم که بچه‌ها اومدن رفتن میان میروان چی گپه میگه حادثه کور همین اخیر کینو میکشه مردم کینو کرده در اینجا پشتی مردم کار کرده است یک ماشینیکی یک دروغگویی همین بدون اینکه همین از اون در اومدی فریبی سخت میخری ایمینوی در همین خشنودای جمشید که شهری خوجاندی ما اگر بدون اینکه باید عروس میشید ما خفه نمیشدیم وقتی که ما را عروس کرد همین کارا ما عروس خفه نیستیم برای که عروس وطن خچای میاد کار میفرماید پولمون میتیا نه که مود ملتی خدمون میوه و کارمون میفرماید پولمون میتیا علمون میکنه سوزش دلمون ما هم زندگی داریم در خونه این حوز باور نکن همین حکومت‌های همین عروسو اگر میخوام که همین حکومت عروس رفته همین گپای ما را بفهمه و کارتیروی همین را همش یک خبر بگیره همه مردم به دکومنت توجیه اونجا کار کردیسن خوان بیچورو زوری دکومنت فانشون کردگی همونجا خوان اویلیگ میتونه گفته مردهشون مرده زوخ کردگی همونجا خوان همیو عذاب کشیدیسن در همونجا